بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سید جواد حسینی هستم، معروف به ابو مانتیس. امروز میخوام مبحث بسیار جالب که همه براشون کنجکاوی هست، که جالب در این حال عجیب و وسوسه کننده رو براتون توضیح بدم راجع به احضار. که آیا واقعا احضار معشوق یعنی چی؟ ابتدا کلمه احضار رو بگم که در فارسی معادلش میشه فراخواندن، دعوت کردن، طلبیدن. البته طلبیدن خودش عربیه که البته معادله، یعنی ترجمه نیست. ترجمه احضار یعنی حاضر کردن، که اینجا ما 2 معنی هم از توش در میاد. که آیا ما میخوایم، مثالی براتون میزنم، بکنید آرتین یه پسر، کلمه ریشی ترکی بهتون میگم، عاشق رؤیا شد. این کلمه فارسی بکن آرتین عاشق رؤیا شد. آرتین پسر عاشق رویای دختر و رویا قهر کرده رفته. قصدشون هم ازدواج بوده یا نامزد کردن یا بله برون اینا رفتن دیگه، قصد ازدواج داشتن، حالا به هم خورده. بنا به دلایل این آرتین روش نمیشه که به رویا مستقیما بگه، میاد به یه دعانویسی میگه که آقا یه کاری کنید که رویا خودش به هم پیام بده، زنگ بزنه و ما میایم احضار انجام میدیم. اینجا براتون سوال پیش نمیاد ما قرار کیو حاضر کنیم. 2 اینجا اتفاق میفته. آیا احضار از طریق فکر دعاست یا یه نیروه یا یک موجوده؟ یعنی من با فکر خودمون انجام میدم. ببینید در عالم هستی ما میگیم همه من این جسمیات و دیدنی ها یک وجود غیر واقعی هست و غیر حقیقی. یک روحانیتی همه عالم هستی داره که ما از طریق اون میتونیم واقعیت ها رو ببینیم. که پس میایم که رؤیا رو احضار بزنیم. معمولا احضار از طریق دعا یا جادو یا طلسمه، که در اینجا ما روحانیتی رو به کار میبندیم، مأموریت میدیم تا برای ما عمل احضار رو انجام بدیم. روحانیت یعنی یک موجود روحانی، یعنی من یک موجود رو اول، پس احضار یعنی در اول من یک موجود رو حاضر میکنم، نه رؤیا رو. یعنی من موجود رو احضار میکنم. خواهشاً تا آخر برید، دارم میگم این مطلب یک عمر به دردتون میخوره. جواب خیلی از سوالاتون تو اینجا داده شده. پس روحانیت برای من احضار میشه اول، من دعانویس، و من اونو میارم، پذیرایی میکنم، بخورات انجام میدم، عهد میبندم، قسم میدم. حالا میتونین روحانیت شیطانی باشه که باید به اون بزرگان شیاطین خودشون، ابلیس و شیاطین قسم بدم، یا میتونین روحانیت رحمانی باشه که به بزرگان خودشون قسم میدیم. پس من اول احضار که انجام میدم، روحانیت رو احضار کردم، هنوز طرف مونده، و به اون مأموریت میدم، خواهش میکنم. حالا عده زجر میخونن، من زجر هم نمیخونم، یعنی یک نوع اجبار هم انجام نمیدم. میگم خواستی برو، نخواستی نرو. چون اگه بخوایم اینا رو اجبار برای کاری کنیم، معمولا چند تا کار انجام میدم ولی برمیگردن بعدن سر فرصت با ما یه سری تسبیح ساوار انجام میدن، یعنی ناراحتیشون رو نگه میدارن، بعدن میان سر ما خالی میکنن. پس این احضار انجام داد، روحانیت رو میاریم میفرستیم برای بره دنبال رؤیا که اینو بیقرار کنه تا دلتنگ آرتین بشه. پس میتونیم از نیروهای شیاطین استفاده کنیم. خب وقتی میخوایم این نیروها رو بیاریم انجام بدیم، به هر حال یه مثالی هست، میگن به هر روشی ارزش نداره بعضی کارا. انگار یه کسی به ما بگه آقا من 100 میلیون الان امروز کارت به کارت میکنم حسابت، ولی شما برو تو دستشویی، نمیدونم حالا بگم بهتر، حالا ادرار کن رو لباس خودت، بیا بیرون. میخوام ادعی بگن شاید پول دیگه، پول 100 میلیون الان تورم بالا خیلی میارزه. ادعی هم بگن نه آقا شما 100 میلیاردش هم کنی نمیسر. پس میخوام بگم این احضار گاهی وقتی از نیروهای شیاطین استفاده کنیم، روش بسیار کثیف، بسیار نجسی رو استفاده میکنن
که اینو خود اونایی که انجام میدن میدونن و میفهمن من چی میگم. تا اینکه این موجود روحانیت راضی بشه برون کار انجام بده. ولی وقتی رحمانی میاریم قسم میدیم به آیه های قرآن. من بیشتر از سوره یاسین استفاده میکنم و این سوره یاسین اصلا دنیایی برای من ارزش داره. این سوره یاسین رو بخونید، عشق کنید صبحا بعد نماز. موکلینی داره که همه روحانیت ها از این حساب میبرن و این اجبار نمی کنن. میگم برو طرف رو بیقرار کن، اگر شرایط رو داشتی انگار میگم طرف خواستی برو تو رو، اگر مسیرت خورد یا دلت خواست برو، نمیخوام به خاطر من با ناراحتی بری. اینا معمولا میرن و معمولا احضارهایی که من خودم انجام میدم 50%، یعنی بین دوتا یکی شکستی یکی باقی، چون اصلا اجباری برای اون موکل روحانیت ندارم، چون دوست ندارم ناراحت بشه و بیاد اون دق و دلیش سر من خالی کنه، چون خطرناک و اون موجودات اگر بخوان بلای سر ما بیارن واقعا دستشون آزاده و ما هیچ قدرت دفاعی نداریم. داریم ما یعنی من دارم ولی خانواده ندارن، اطرافیان ندارن، به هر حال لزومی هم نداره، ارزش نداره من یک روحانیت رو به زور بفرستم. رفاقتی بفرستیم خیلی بهتر و میفرستم. شکر خدا اینا میان انجام میدن، برخی انجام میدن تشکر میکنم، انجامم نمیدم میگم باز تشکر میکنم. حالا خودم یک فرضیه مطرح کردم، علت این که چرا گاهی احضارهای من به نتیجه نمیرسه دارم تحقیق میکنم. دو سه تا موانع رسیدم. یکیش گاهی طرف همزاد فعال داره، همزاد شیطانی فعال. بعضی همزادها یا تابعه بسیار قدرتمندی دارن که این موکل میره روحانیت ولی نمیتونه اونجا اون حرف رو بقبولونه و برمیگرده به شکست میخونه. این کار اون محیط ناآرام، گاهی یک نفرت شدیده. ببینید انگار من موکل رو میفرستم، گاهی شب میفرستم تو خواب طرف، کنید من شب فرستادم تو خواب رویا تا بیقرار آرتین بشه. این موکل تو خواب میره، طرف خواب رویا رو میبینه که توی باغی میره، نمیدونم یه جاهای رفتن با هم خندیدن اینا. صبح پا میشه انقدر این خواب تو ذهنشه، میگه ای وای چرا قطع کردم، چرا کات کردم، بذار پیام بدم، زنگ بزنم. میخواد دست به گوشی ببره ولی رویا چنان این عصبانی کرده پشت داده نمیتونه، یعنی نفرتی ایجاد شده که دلش میخواد ولی عقل اجازه نمیده، میگه نه نمیخواد. پیام بدی برای چی؟ هر چی میخواست دهنش در میومد بهت گفته، هر چی فحش پدر مادر داده، پس ولش کن، این گوشی رو میندازه پایین. پس البته من از این احسار استفاده، من جلب 100% نمیزنم که طرف اختیارشو بگیریم. میرم میگم موکل عزیز شما برو با اختیارت، و اون طرف اجبار نکن، خاطرات طرفو یادآوری کن، بهش در حد این پچ گوشی بهش بگو فلانی دختر خوبیه، یه زنگ بهش بزن، یه پیام بده. این شکلیه. پس احضار یک نمونه ملموسی که من دارم انجام میدم همیشه اینه، خطرناک نیست، اختیار طرف رو نمیگیریم. این که میگن این ظلمه، این تقدیر رو قضا و قدر عوض میکنیم، نه اجبار نمی کنیم. به قصد ازدواج من معمولا کسی که بخواد انجام میده میگم میخوای رفاقتی باشه، میخوای نمیدونم غیر ازدواج باشه، نه انجام میدم، نه روحانیت های من اینو انجام میدن. دروغم بگید، به قصد ازدواج گناهی نیست. قهر کردن ما میریم انگار یه کسی واسطه رفته میگه برو یکی بفرست فلانی بگه که دختر خوبی برگرد پسر خوبی. این کجاش گناهه؟ کجاش قضا و قدر رو تغییر دادیم؟ اشکالی نیست. پس احضار، من یک موجود روحانیت رو احضار میکنم میفرستم، روحانیت انسان. پس اینجا میرم دنبال روح، جسم رویا برای من مهم نیست، من دارم روحانیت و روح طرف میفرستم. تو خواب و تو بیداری میرن و براش خاطرات رو یادآوری میکنن تا بیقرار بشه. این کار نه بده نه زشته نه گناه، چون نه روش غلطه. ببینید ولی یه موقع هست نیروهای شیاطین استفاده میکنه. در این مواقع این روحانیت شیطانی وقتی که من میگم بیا برو فلان کار انجام بده، انگار به یه آدم شارلاتان دزد نمیدونم هر خلافکاری میگم بیا برو برای من 1 کیلو میوه بگیر. یه وقتی میاد میگه ای فلانی از من میوه میخواد، یه فرصت، اصلا تضمین نیست، احتمال داره اصلا شاید نره دنبال میوه، احتمال داره پول تو جیبش بذاره، احتمال داره به جای میوه برای من یه چیزی دیگه بیاره. تضمینی نیست.
این اصلا من آدم قبول نداره. درسته من صداش زدم ولی اون برای خودش کاملا از من، یعنی من رو به عنوان یه موجود پست میدونه. شیاطین چون از زمان حضرت آدم که نیروهای شیطان رانده شدن، اینا نسبت به انسان یه حسادت بسیار شدید دارن. وقتی که انسان اینا رو فرا میخوانه یا احضار میکنه، اینا میگن بریم پدر فلانی در بیاریم، یعنی پدر من احضار کننده دعانویس رو و پدر اون کسی که میخوام بفرستم. اینا به کسی رحم نمیکنن. این از اون آدمایی هم که هم ارباب میکشن، هم کل کاروان هم به تاراج میبرن. پس اینجا تضمین نیست، هر لحظه احتمال سرپیچی وجود داره و من خودم باید مثل اونا بشم تا قبول کنن. انگار باید بگم دیگه باید نماز و روزه و نمیدونم قرآن رو بذارم کنار، نجاست و خیلی کارهای زشتی که اینجا بگم براتون واقعا گفتنی نیست، باید سانسور بشه. پس این موجود شیطانی میاد برای من میخواد کار انجام بده، ولی به چه قیمتی؟ به قیمت اینکه جهنمی من بشم، به قیمت اینکه تمام اعتقادات من از من بگیر، حالا بره انجام بده یا نه. و اگرم یکی من انجام بده، برای دومین گزینه باز میگه دومین کار انجام، یعنی بگه فلان کار زشت انجام بده تا برفت گوش بدم. اینا همینجوری هم دیگه. ولی وقتی رحمانیت رو احضار میکنیم، حالا من خودم احضارم، ببینید الان این حرفی که من میزنم یه خدایی بالا سره، به هیچ عنوان من اهل دروغ نیستم، ارزشی نداره من دروغ بگم. فردا قراره بمیرم و تمام این حروفی که از دهنم خارج میشه باید جواب پس بدم، نمیصرفه پس دروغ بگم. من خودم احضار کردم، واقعا سوره یاسین رو احضار کردم، کاری ازشون خواستم، احضار موکلین رو انجام دادم، احضار اجنه رو انجام دادم، اجنه مسلمون رو، موکلینی که حالا نه جنم نیستن، یک روحانیتن، کار ازشون خواستم. اینها همه مثبت ها رو آوردم، نه از من چیز خاصی خواستن و نه من اجبار برای کاری کردم ناراحت میشه. یه موقع است موکل خودش حوصله نداره، بکن زن بچه داره دیگه، حالا بکن زنش مثلا موکل حقوق رو نریختن، آخر روز به هر حال من میفرستم برای کاری، این 100% حوصله انجام دادن نداره و میره دنبال زندگی، من ناراحت نمیشه. ولی اون دعای کسی که از من براش بگم احضار شد، اون چی میگه؟ میگه فلانی برای من احضار نزد، دروغ گفت. این خیلی زشته. من به هیچ عنوان وقتی احضار انجام میشه در اون روز خاص، مثلا جمعه دیگه طلایی ظهر است دیگه، منصوب به صورت کوکب ظهر است، بسیار عالی. من باید اون چک کنم، نحس نباشه، ساعت خاص باشه، بخورات انجام بدم، پاکسازی انجام بدم، انصراف عمار بزنم، موجودات از خونه پاکسازی کنم، بعد اینو بیارم، بعد کار ازش بخوام بفرستم. اینا ببینید کسی که داره احضار انجام بده خودش اولین انسانیه که در معرض خطره. یعنی انگار بشم وقتی نیروهای شیاطین رو بیاری، انگار یه گرگ رو میخوای بیاری که بفرستی کسی بدره، گرگ منم احتمال داره پاره کنه، اصلا ربط دلیلی نیست که آقا این به من بگه خوبی، مگر اینکه من برای خودم حصار داشته باشم، حفاظ تحسین انجام داده باشم. تحسین. ولی من گرگ نمیارم، من گربه‌های ناز پیشی رو میارم میفرستم، کبوترها رو میارم میفرستم، نمیتونم اینا رو میفرستم، میگم برید فلانی بیقرار بشی، گناهی هم نیست. پس احضار از نیروی شیاطین هم میشه استفاده کرد، از نیروی رحمانی هم میشه استفاده کرد. پس احضار یک واقعیت اشکالی نیست در این احضار، هیچ کسی نمیتونه بگه شوخی. روش های مختلفی داره، احضار آتشی داریم، احضار بادی داریم، احضار خاکی داریم، احضار آبی داریم. من خودم از احضار بادی استفاده میکنم چون کمترین احتمال ریسک و خطر رو قبول میکنم، ارزش نداره من به خاطر گاهی چند افرادی هستن میگن اصلا هزینه مهم نیست، بگی 20 میلیون 50 100 میلیون میریزیم فلان دختر بیقرار من بشه و طرف احتمال داره بیاد از احضارهای آتشی استفاده کنه. دیگه نمیخوام ریز بگم، اون فلز رو بیاره و بنویسه، اسم فلز رو هم نمیگم که شما فردا میرید گوگل سرچ میکنید و اون اسما رو بنویسی و رو آتش بذاری. البته من انجام دادم متاسفانه، حالا بس هدف مقدسی بود ولی خطرناک. فلز که وقتی داغ میشه موجود داغ میشه، یعنی انگار شما یک فشار خون موجود میره بالا، مجبور میشه بره براتون کار انجام بده، البته با ناراحتی. من تلس احضار بادی میزنم از طریق موکلین بادی و ازشونم واقعا همیشه بهشون گفتم بارک الله فیکم فیهم و علیهم،
و آجرکم الله، آجرهم الله باید بگیم، یعنی خدا اونها رو واقعا اجر بده که خیلی زحمت میکشن. پس نمیارزه من هر موکلی بیارم. اگر موکل آتشی شیاطین بیارم، ختمه به دیوانگی، ختمه به کفر، ختمه به بیبرکیتیه. پس احضار بد نیست، هر احضاری اینقدر بد نگاه نکنیم. یک واژه رو اصلاح کنم که نگیم به دعانویس رمال. رمل یک کار مقدس از حضرت دانیال به ما رسید. رمل واقعیت، به دعانویس رمال نگیم. رمالی چیز خوبی. پس میشه به راحتی این بیقراری رو برای آرتین و رویا انجام بدیم که از طریق 2 نیرو هست. پس گفتم نیروهای شیاطین واقعا خطرناکه. هر کسی که احضار انجام میده و کسی هم که دعا رو میگیرم خطره. ببینید گاهی احضار متاسفانه دعانویسای شگردی به کار میبرن، خیلی بده، ناجوان مردان است. یعنی احضار رو مینویسن ولی عمل احضار رو به گردن مشتری میندازن. یعنی میگن شما برو عملش انجام بده، انگار گرگ رو شما بیار. اون فرد بدون هیچ دفاع، تحسین، نمیدونم حصار، حفاظ، همه چی احضار انجام میده. میگم برو فلان هستم شب غروب آفتاب، برو یه جایی خلوت، این 4 تا کاغذ رو آتیش بزن. میره آتیش میزنه و موجودات شیاطین رو میاره. شیاطین میان میبینن این چقدر اصلا هیچ حفاظتی نداره. نه تنها به این حرف این گوش نمیدن، به حرف این دختری که قرار بود پسر رو بیقرار کنه، بلکه میمونن بغل همین دختر و این دختر میشه دیوانه. میگن دیگه از این بهتر نیست، چون شیاطین آرزوشون صدا بزنی و بیان یک کسی پیدا کنن که هیچ قدرت دفاعی، سپری نداره. این دعانویسان ناجوان مردانه متاسفانه گاهی عمل رو به گردن خود دعانویس، دعا گیرنده میندازن که این انصاف نیست. ما دعانویسا به اهل اگر موجود یه خطری بیفته، موجود بخواد به ما آسیب بزنه، سپر داریم، حفاظ داریم، قبلا آماده شدیم. انگار میخوایم یا آتیش روشن کنیم، اول آتیش کپسول بغلمون میذاریم، یه دبه ماسه و خاک میزنیم، بلافاصله میپاشیم، نمیذاریم آتیش بگیره. اونا هیچی ندارن، موجود میاد و تمام وجودشون رو کنترل میکنه. اومدنش گاهی 10 دقیقه‌ای هست، میتونم یه موجود رو بیارم، ولی برگشتش گاهی با عوارضش رو بخوایم صفر کنیم 10 سال زمان میبره. پس احضار یک واقعیت. من خودم انجام میدم احضار 3 روزه 7 روزه فقط برای ازدواج. و اینم دارم میگم مثلا از موکلین اجبار نمیگیرم برید حتما انجام بدید. خب ببینید دارم به زبان عامیانه میگم و اصطلاحاتش هم حتی نمیگم که فردا برید سرچ کنید، که بخوام یک جمله زجرآور بهشون بگم که نرید این میشید، اینا برن انجام بدن ولی از من کدورت به دل بگیرن. انگار میگیم برو حتما باید بری شما فردا فلان جایی، میره ولی ناراحت میره، نمیخواد. پس احضار یک واقعیت و چیز خوبی هم هست، بد نیست. نگیم احضار یعنی تغییر سرنوشت، نه. ببینید من بیقرار میکنم، دختره میاد رویا میاد به آرتین پیام میده که میاد آره من عذرخواهی کرد، ناراحت، اصلا مقصر منم بودم، تو هم بودی. اینا هنوز ختم به ازدواج نشدن. اگر این آرتین لیاقت داشته باشه خودش ثابت کنه دیگه رویا برگشته ختم ازدواج. شاید نه، شاید لیاقت نداره، به این اصلا به ازدواجم ختم نمیشه. من قرار نیست تغییر سرنوشت بدم. افرادی میان قفل عشقی میزنن که این فقط عاشق اون بشه، اون انصاف نیست. اختیار یک کسی رو نباید ازش بگیریم که قفل کنیم. این همه نمیتونن. اینا معمولا اونی که فضای مجازی میگن اینا در حد حرف عمل سخت. ولی احضار فلزی داریم که میگم اصلا اسم فلز رو هم بیارم، اسم جنسشو دیگه خودتون میدید خطرناک. مثلا عموی من یک سری انجام داده بود، دختره رو شب، دختری که شوهر داشت شبانه آورده بود خونه بابای من، یعنی اونجا با عمو نشسته بودن احضار زدن. بهم نصف شب دیدیم در میزنن، دیدیم دختر اومد. دختری که شوهر داره رو میتونی بیاری، ولی رجعت، ولی برگشت، ولی عواقبش، ولی گناهش، این باعث شد که عموی من سالها دچار مشکلات روحی روانی شد. پس ما میتونیم گاهی حتی به سرنوشت دست ببریم، ولی سرنوشت خودمون رو 100% به هم میریزیم. پس یک واقعیت شکی در این نیست دیگه. من پدرم، عموم، پدر بزرگم، پدر بزرگم دعانویس بودن. اصلا این علم یک واقعیت. من این علم رو با علم
آسترولوژی هم ترکیب کردم که بسیار زیبا و جذاب شده، ولی تهش میخوام خلاصه بهتون بگم نباید پلای پشت سرمون رو خراب کنیم. به هر حال قدرت مطلق فقط الله، بخواد میشه، نخواد نمیشه. میخوایم از نیروهای شیاطین استفاده کنیم، فردا حتی خود شیطان تو قرآن هم هست که شانه خالی میکنه، میگه آقا من این فلان کارو گفتم انجام داد، من قبول نمیکنم. شیطان به این که اینقدر تو این دنیا داره خودشو قدرتمند نشون میده، فردا در مقابل قدرت الهی اصلا این کار میکنه، میگن عددی نیستم، خودش کار انجام داد. به چه دلیل، به چه قیمت من بخوام همه چیز رو فدای پول کنم؟ پس احضار یک واقعیت. یک نکته‌ام خواستم خدمتتون بگم که اگر خودتون بخواید میتونید از طریق دعا هم احضار بزنید. ببینید کلمات روحانیت دارن. یک دعا هست میگید خدایا تو مثلا به حق سوره یاسین، به حق اللهم صل علی محمد و آل محمد فلانی بیتاب من بشه. این کلمه ها روحانیت دارن، ترکیب کلمات مأموریت دارن. یعنی من میگم به خاطر اللهم صل علی محمد فلانی دلتنگ من بشه، یعنی اللهم صل علی محمد رو که به کار میبرم و یک پسوند دعای خواستنی رو روش میزنم، تمام کائنات این پخش میشه و همینا رو به هم وصل میکنن. انگار میگم آقایون یکی به من کمک کنه این حرف منو برسونید تا برسه به دست دکتر. اینو هی بهم که پلانه گفت به من کمک کنید، این میگه تا اینکه یه موقع دکتر 3 کیلومتر ولی میشنوه، چون اینا دارن کلمه رو هی به هم پاس میدن و اون میشنوه و طرف بیقرار میشه. نکته آخر که آقا در احضار کلمه و طلسم خیلی ملاکی است. روحانیت خود جادوگر، خود دعانویس هم ملاکی. ببینید یه موقع یه فرمانده نظامی میاد یه پادگان میگه گروهان به راست راست، همه گروهان به راست راست میشن. حالا من شما آدم معمولی بریم تو اون پادگان میگیم گروهان به راست راست، گروه همینجوری من نگاه میکنم که تو کی هستی؟ من آیا جمله‌ام اشتباه بود؟ نه. جاش اشتباه بود؟ نه. آیا مخاطبم اشتباه؟ نه. چی شد عمل نشد؟ چون من در اون جایگاه گوینده نیستم. جمله درسته. گاهی میان 4 تا نمیدونم احضار و عزیمت میدونن و میان وارد این دنیا میشن، فکر میکنن قرار احضار انجام بدن. اون روحانیت به شرطی از من حرف شنوی میکنه که من قدرت روحانیتمو طرف واقعا ببینه. یعنی وقتی یه گروهان میبینی یه درجه دار رتبه بالای سرهنگ سرگرد داره این حرفو میزنه، از رو درجه تشخیص میده، از رو شخصیت بلافاصله دستور انجام میشه، به راست راست میشه. پس جمله مهم نیست، طلسم واقعیت. ببینه جمله شکی نیست ولی انجام نمیشه طلسم. وقتی یک روحانیت میاد مهر اجرا رو هم زیرش میزنه و اون سند میشه. پس طلسم، کلمات و اون گوینده هم باید با هم ترکیب بشن، وگرنه این کتابایی که همه میخونن تو فضای مجازی پر، شما چند میلیون بردار برو هر شهری تو مغازه های متروکی میتونی همه کتابا رو پیدا کنی، ولی بیا کار انجام بده نمیشه. چون روحانیت طرف، یعنی قدرت روحی طرف، باید از طریق روزه گرفتن، ذکر گفتن، پاک بودن، غسل داشتن، مزاحمت نکردن، نجس نبودن، اینا باید باعث بشه قوی بشه تا طرف به اون مرتبه برسه. خب دیگه عرض دیگه ندارم، پس احضار خواستم که یک سری نکات رو بهتون بگم و السلام علیکم.